بریم ها چیپس درست کنیم. سلام کنیم. تو که خوشگل و شوخه تو که حسش بازار خوابیده. کلا 4 تا لیوانه. اصلا ویدیو بگیرم چون سر صدا میاد. باید قطعش کنیم دیگه نگیریم. خیلی صدا میاد. بریم پپرونی بگیریم. بعد بریم برای دلمه و بریم مثلا دلمه رو بدش. بریم مثلا ویدیو جدید دلمه. دلمه بچه. بچه سوی سلوا. داره با گوشه پارتی دسته. ببین الان 3 تا پپرونی گرفتیم. این چیه؟ این پپرونیه. این پپرونی پیتزاییه. این پپرونی هیزو. آره این پپرونی پیتزاییه. بگیریم از اومدی. کجا فهمیدی؟ از داخلش نگاه کن. توش نگاه کن چیزی. اصلا پیدا نیست با این دور سلفی. خب برای ویدیوی چیز، برای ویدیوی پیتزا. بیا. پیتزا. این چیزه. آره بیچین. گوشت فرد. ریکورد نمیشه برگردون تو رکورد نه نمیشه. اوکی. اوکی کارت بده بیا حساب کن. اینو بگیر من خودت میگی. خب یه بار دیگه بگو. نه. آره بگو تو بگو. هزینه. راستی پنیر رو عوض کردیم. آشغالی گرفتیم. متر گرونه. متر نه آقا آشغال نیست. ارزونه. آشغال نیست ارزونه. متر واقعا گرونه. چه کسی نمیاد اینو ما رو بده. اینه ما رو بده ما بریم. این چیز ما رو بدید ما بریم. نمیشه خودمون اینجا برداریم؟ اگه دستم میرسید برمی داشته. از این ور باز میشه. باز میشه ولی اون وره. کردیم. یه بار دیگه بگو. ما خریدمون رو کردیم. سبدمون هم چیدیم. تمام شد. نظرتون چیه راجع به ها چیپسی که ما می‌خوایم درست کنیم خانم نادیپور؟ کارت کارت میخواد. کارت. همین دیدیم سرمون جور شد. خب بذار همه رو برداریم. همین نظرتون راجع به ها چیپسی من یه عادتی بود با شف رمزی تو مشهد. رمزی. آره شف. من بیرون. چی؟ شف سیب زمینی؟ شف مشرمزی. تو این شف مشهد. ها مشهد. سالی 45. سالی 44. 44. خب اینم اینجوری کردن که نو دنجر شه. No danger. Oh yes. بگو سابسکرایب کنن. واقعا سابسکرایب کنید به نظر. آقا موجودی کارت من هم بگید. بچه ما وقتی ویدیو یوتیوب میگیریم به همچین وضعی میفتیم. علی تخته رو به من میدی؟ بله. به نظرم واقعا ما سابسکرایب کنید. 900 ریاله. خیلی خوبه. 900 تومن 900 ریاله. خب دیگه. بچه به نظر شما فرق چیپس کراستی با چیپس معمولی چیه؟ واقعا فرق اون وایت چیز. یه چیز کتو گذاشتن. نه این بیگناهه 100%. 100% اون بیگناهه. قطعاً دزدونه. یعنی من اینو زندان نمیفرستم. ولی خب این چون سیاهه این بیگناه نیست. بزنه. علی کاملا بهداشتی. ها چیپس کاملا این بیگناه نبود. الان بیگناه شد. علی تو رو عباس دونیت اون کنیم و بریم. بچه‌ها مرسی از کسایی که واقعا شرکت کردن توی این برنامه ما. امشب قراره مثل اینم داره تلاش میکنه. امشب قراره مثل علی یه کار نمیتونی بکنی؟ سر این چاقو بده است. درشو باز میکنی؟ چاقو بده. من در تو سوال چاقو رو فروشگاه ما پنیپیزای مطهر برداشتیم ولی الان پنیپیزای نشون دادیم تو ویدیو. برای اینکه این بوده. نه برای اینکه که ارزونه برای اینکه اینا به صرفه تره. نه پول دارم در حال وقتی که علی دستش رو چاقو برید من فوبیای چاقو گرفت. خیلی دستش چاقو بود. همون سری که داشت کار کرد.
دنیا اوله دوستان. امیررضا لایه دوم چیپس رو بچسبونا. لایه دوم بهترینه. واقعا بهترین لایه. سس بسته به نظر؟ آره. چیپس ها رو باز کن. بالاخره این ستاره صدایی بالا میگم همه رو اینو بگیرم. اینجا افتاده. اوه با چندش هم بده من باز کن. دست لطفاً یه دست رو لاین اومد. این کردیم. برو میشو. چی؟ عالیه. میکرو بدن رو قوی می‌کنه. تمام کنیم. آقا علی شما در چه حالی؟ علی رو بگید. ویو فیک نیست من دوستان. دارم ویو میزنم. ویو فیک نیست. نگیر اینا رو نگیر اینا رو نگیر. ویو فیک نیست. بچه ما همه یه عالم فن داریم. فعلا واسه الان نریز اینا رو پخش کنم. خود کنم و دوباره برسیم. خب بچه ها چطورید؟ بچه ها تازگی یوتیوب سابا رو اصلا ریجستر نمیکنه، لایک ها رو نمیاره، هیچی اصلا ریجستر نمیکنه، ثبت نمیکنه. اگه ساب میکنید لایک میکنید بچه ها یه کامنت ترجیحاً فینگلیش بذارید که این سابتون نپره. بچه ببخشید من حواسم به ویدیو نیست، دارم ویدیو واقعی میزنم. اینو پرسوس کنیم کم سس. آقا سس اونقدر تاثیر نداره. سس چیپس باید روژی اگه بخوای اینقدر چیپس سس بریزی از اون یکی بریز سس. امیر اون چیپس ها رو میتپونه. نمیتکونه عزیزم. اتفاقا یه ذره سیمایی این تره. چیپس الان روی این لایه زیاد تاثیر نداره. من بدش کن. آه بدش کن. واسه همه چرا بابا چتونه آروم باش. امیر متوجه کن رو افتاده. بده من تو. بچه واقعا دیگه اینجا به من هدیه کنید. بس واقعا داریم بزرگترین ها چیپس رو درست میکنیم. واقعا خفنی. واقعا خفنی رو. میتونی زنگ بزنی از مامانمون. ولی ما بزرگترین ها چیپس درست کرد. نگاه کنید. هر کی ادعاش میشه میاد وسط. آقا بوگیتی به الان بیاد. با 200 تا سال داریم 200 تا سال داریم فکر میکنیم. باید از مردمون بریم بالا. شخصیت که ما نداریم. که ما نداریم دقیقاً. باشو بریم جنگ. بریم برو از بالا سر روزینه بریم. قارچا رو، پپرمینیا رو، قارچا رو، فلفلا رو، ذرت‌ها رو و یه لایه کامل اینا رو فاصله بدید کم. واسه نه روی قارچا بدید باشه. نه خیلی هنوزم داری فلفل بردی کنی. بیا این مونده. وقتی خورده بهت میگم. رو خورد. علی دست بذار کنارش معلوم بشه چقدر بزرگه. دست علی خودش بزرگه. بذار با دست من 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا تقریبا. بچه بگی سرش بگی. نه شبیش میکنی. خوبه اوکیه. نه اسکو میگم بلندش کنی میچستم. نه کار در اومد اوکیه. تو بلندش کن از اون بر. قلبم 1 ثانیه ایستاد. یا عرفه خیلی سنم نمیتونم. بده من میارم. خیلی کن مگه تو باشگاه میری؟ خیلی خوب. عکس نمیخوام بگیرم. افان هر موقع رفتی داشت کردی اون یه چیزی گنده داشت. بچه ببین عکس 4 5 تا اینجوری بگیرم. بده من بگیرم. سلام. بچه ما داریم میشتو. همونجوری که خدا بیامرز می‌کردش داره. تو باید جلوتر بری. که ویدیو خوبه برای بچه‌ها بگیرم. حیفز. علیرضا بده چی؟ بچه ما آوردیمش اینا طبقه دوم بذاریمش توی فر. الان آماده شده. یه کاسه آب کن بذارم همون توش. بذار این باش. چرا؟ بیا علی یه عکس بگیر. جوری عکس بگیر. نخور. الان هیچ جا نمیشه گذاشت از اینجا. بسیار باید بیشتر بپزه نه؟ یکیش دست نه، زیرش علی یکیش دست من یکیش دست عکس بگیر. عکس برای تامل خوب نیست. خیلی خفنه بود. دوستان
ها چیپس داریم. آقا اگه میخواید خونساش یعنی اورکس روز بگی بزن دیگه بگیر. وای 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 کافه خیلی خفن. جدی تو نیستی همه میگفت چرا اینقدر زود عقب کشیدی؟ هنوز مونده. فلفل هم سردن حاجی من فلفلاشو نخوردم. خب خیلی نسبتش کم بود بابا تنگالو بدهش؟ خب بچه‌ها به آقای خان گفتم به 200 تومن نمیدم، الان میخواد کجایی جالبه بخوره. ارفان داداش چرا نمیدونم 200 تومن. ارفان به جوونی جمع کن. آخه نمیره این تو اینا رو چی؟ ارفان کواس خوده بذار بخوره نمیتونم بخورم آقا اینو میتونی در جا بکنی تو میپاشم بیرون نقم میخندید سرش هم میپاشه بیرون ولی نه این نشد وایسا نریز کرده تو دهنه نه دوباره میخوره آه این نمیشه آقا نخندو. این خیلیه بابا نمیتونی بکنی قبل این رفت تو دهنم نمیده مثلا ارفان اینه خیلیه نمیره تو دهنه اصلا دهنه هیچ کس هم گنجایش نداره واکنش ارفان